تعداد نفوس کل از این نیسته که معلومات میتید این خواه فهمیدی که این تر جهان سوم بندینی فقر است به این فقر مبتلا است فقر مطلق بکس چی از خواجه عبدالله انصاری صاحب بگو. بفرمایید. الهی اگر یک بار بگی بنده من از عرش بگذرد خنده من. چیکار میکنی؟ من خودم کارهای آنلاین هم میکنم در بخش شرکت بیز هستم. من در حدود 3 بشکه 620 لیتر که از سگ فروشات دارم. 7 روز افتر همونجا 6 روز افتر همونجا وقت رفتم درس خواندم ولی کسی که رعایت نمیکنه دیگه مسبب این میشه که یا دسته کنه یا مزاحم مردم شوه. در جوانی ایران بودیم، در ایران هم کارگری میکردیم، کارهای سخت میکنیم. برنامه بدین. به نام یاد خدا. سلام بخیر بینندگان عزیز، امیدوارم که امروز به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. دوستای عزیز، باز هم من سید محمد فاطمی هستم و شما بیننده یوتیوب کانال چشمانداز شهر هستید. عزیزای بیننده، امروز ما آمدیم در ساحه پل سرخ شهر کابل، یکی از ساحات تقریبا مرکزی در پایتخت محسوب میشه. قسمی که میبینید اینجا ساختمان‌های بسیار بلند و انواع رستوران‌ها و همچنان مراکز آموزشی از مدارس دینی از جمله مدرسه آیت الله محسن اینجا در پل سرخ موجود هست. این سرک را که می‌بینید به طرف گودسنگی و پل سرخ وصل میشه و ما امروز آمدیم اینجا گزارش را داشته باشیم. امیدواریم که تا پایان برنامه شما عزیزان همراه ما باشید و کسایی که تا هنوز ویدیوهای ما را لایک نکرده لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید. دوستای عزیز با ما همراه باشید. عزیز اینجا کاکاست، میخواد کدام گفتنی داره ببینیم که چی میگه. سلام کاکا. سلام شد جور بخیر. ما یک موضوع را بسیار گفتنی دارم نه بفرمایید. ما تقریبا کتاب فروش هستم تقریبا 1500-2000 جلد کتاب از پیش ما با مردم هدیه دادیم. آفرین. کتاب و همین مردم داد از عدالت میزنن. چی؟ داد از عدالت میزنن. و این فقر اینطور یک چیز است. اینی فقر است. فقر میبینی؟ فقر چیست؟ مطلق است. داد از چی میزنه؟ از عدالت. ما در کل کتاب ها رو بررسی کردم. 1500-1600 جلد کتاب فروشی میکنم. قبلا در وزارت معارف کار میکنم. عدالت الهی میآید در نقطه آخر. چی؟ عدالت الهی. تضاد طبقاتی، عدالت اداری در علوم دینی یک امتیاز است. مطلب نفهمیدی؟ چی گفتم؟ بگو. تضاد طبقاتی، عدالت الهی یک امتیاز است. این خیلی حلش هست. حل عدالت چیست؟ عدالت الهی. تضاد طبقاتی، عدالت الهی یک امتیاز است. این جوابش است که از پیش بسیار مردم چی شده؟ همین نقطه خلاص شده. تو این موضوع رو تکرار کن. تضاد طبقاتی، عدالت الهی یک امتیاز است. عدالت الهی یک امتیاز است. خب عدالت الهی چی یک امتیاز است؟ علوم دینی رو که میخوانیم قمار نزن، شراب نخو، دزدی نکو، سود نخو، زنا نکو، غیبت نکو. اینمی عدالت الهی یک امتیاز است. فقر خود دیدی نه؟ اینه این جهان سیوم دچار انت فقر است. اینه جهان سوم، جهان دوم، جهان اول.
این هم سنتی است هم سنتی است این چیز زراعتی است تکنته شامل افغانستان میشه؟ نه ممالک عقب مانده است که سنتی نشده مطلب مرا فهمیدی خب در علوم دینی تضاد طبقاتی مثلا اون اونجا رو ببین اون تو منزل هم است صحیح نه عدالت الهی چیست بگو یک امتیاز است یعنی جوابش است به خاطر که بسیار از عدالت در کل کتاب ها از عدالت گپ میزنه کتاب چی داره؟ آداب داره مطلب مرا گرفتی عدالت الهی یک امتیاز یک امتیاز چند تا کتاب خوانید؟ ما تقریبا 1500 1600 جلد از اینی زمین تا خریدم و فروختم که عدالت موضوعش پیدا کنیم چند تاش خودت خواندی؟ یعنی ما شبکه ها میخوانم روزمون میکنیم یا یک جلد کتاب کجا رفت؟ این استو چم اینجا خیر همونجا بریم هر روز ما یک جلد طرف بیا هم فروخته میرم هم خوانده میرم ماشاءالله خب همین مطلب در کتاب پیدا کردم که عدالت الهی چیست؟ تضاد طبقاتی اون بنال منزلات عدالت الهی یک امتیاز است خلاص چند جلد خوانده گفتی؟ یک از این میگه تا چند کتاب خریدم فروختم همزی تا اونجا کتاب خواندی؟ خواندم همین مطلب پیدا کردی همین مطلب پیدا کردم که عدالت یعنی چی مطلب فهمیدی عدالت الهی نه عدالت الهی یعنی عدالت در نظر بگیری خداوند میگه یک امتیاز است بله با خاطر چی امتیاز است که کارهای خراب نمیکنه آدم دوزی نمیکنه خمار نمیزنه زنا نمیکنه شراب نمیخوره یک امتیاز آفرین و جوانا چی پیشنهاد دارین؟ یعنی تو به جوانا چی کتاب بخونه یا نخونه؟ اطلاع حالا ببین کتاب خواندن مبادی تئوریای عمومی سایه تطبیق خانه در اقتصاد در کدام انسان رفت آمد نفر زیاد می باشه فروش پشتی تطبیق آنها در اقتصاد بر انسان چی میکنه؟ اون معلومات میته احصای نفوس خانه زمین آپارتمان تعداد نفوس کل از این نیسته که معلومات میتید این خواه فهمیدی که این طرف جهان سیمن بندینی فقر است به این فقر مبتلا است فقر مطلق چند تا شعر بگو کاکا یک دانه شعر ما برات میگم که اقبال لاهوری گفته اقبال لاهوری اینطور یک چیز گفته آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن دل است از کشاد هو کشاد آسیا از فساد هو فساد آسیا یک شعر دیگه هم براتون میگم بفرمایید در کار ارث دنیا تمام عالم غرق است ارث آپارتمان ها بلدینگ ها خزانه ها تمام دنیا غرق است دیوانه به تازان و هوشیار تا با فرق است سلام علیکم بخیر میشه به توضیح مسائل است بله خوب هستی؟ جان جون بخیر هستی کنم گفتنی داشتی؟ باکس چی از خواجه عبدالله انصاری صاحب بگو بفرمایید الهی اگر یک بار بگی بنده من از عرش بگذرد خنده من الهی اگر کاستی تلخ است از بوسان است اگر خواجه گناهگار است از دوستان است الهی بهشت بی دیدار تو زندان است زندانی را با زندان بردن نه کاری کریمان است الوقت شعر بخوام شعر از خواجه عبدالله انصاری صاحب بله چند سال است کاکا؟ ما 65 ساله این شعر چه وقت خوانده بودی؟ این شعر از دوران 13 سالگی این شعر خوانده بودم چقدر حافظه خوب داره کاکا
بخیر باشید. کدام شعر دیگه بلدی؟ میگه آفاق گرچه تیره از روی سیاه ماست، دریای رحمت تو فزون از گناه ماست. آفاق گرچه تیره از روی سیاه ماست، دریای رحمت تو فزون از گناه ماست. شعر آخری بخیر. شعر از کی بود؟ این شعر از بدل است. تشکر. بخیر. سلامت باشی. بخیر. خداحافظ. سلام علیکم. خوب هستی؟ خسته نباشی. خیلی زنده باشی. جور باشی. نامت؟ احمد سعیم هستم. زمین کابل. چیکار میکنی؟ من خودم کارهای آنلاین هم میکنم. در بخش شرکت بیز هستم. دیگه فعلا هم همینجا آمدم یک سفارش داشتم مامور طویل دادم. بریم طرف دفتر. سفارش شما بیشتر چیه؟ محصولات بیز است دیگه، مثلا جنس های چی هستن؟ کم دمو بارش شرکت معلومات بتین. شرکت میگه چه رقم محصولات ما شیمیایی نیستن، کلش طبیعی هستن. برای درمان چیزاست؟ برای درمان است، مثلا عصبی است، بخاطر معده است، جنسی، هر رقم محصول داریم. فعلا 500 نوع محصول در خود دفتر داریم، نگاهش در شرکت است. چند سال کار کردید اینجا؟ 1 سال میشه. 1 سال. نظر چی است؟ درباره کارهای آنلاین. محصولشون زیاد قیمت است، خب میشه. خدا مهربان است، آدم کوشش کنه. دیگه ویدیو یار زیاد انداختیم در ویدیو تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک. کوشش دارم که کم فالوور جمع کنم و ویدیو زیاد انداختم. یک محصولی که درمانی خود اگر نام ببری چی است؟ محصول درمانی دمنوش زیاد داریم. خب اما ارزان ترینش بگوی چند است؟ چی نام داره؟ ارزان ترینش سبوس برنج است. اگر قیمتش 1500 درهم است. 1500. 1500. از پایین ندارن. از پایین نداره. سبوس برنج؟ سبوس برنج. به خاطر چی است اون؟ وقتی تکلیف معده است، ویتامین زیاد داره. خب فوایدش زیادتر دربارش تحقیقات نکردیم دیگه. خب اما که مثلا کارش میکنم آنلاین، فقط زنگ میزنم سفارش میگیرم و میبرم. تشکر. خواهش کنم. خداحافظ. بخیر باشی. سلام علیکم. سلام خسته علیکم. نباشین. خوب هستین؟ بخیر. نامتان؟ نام محرم علی. محرم علی از کجا هستین؟ از ولایت میدان، از بیسود. او فروشی میکنید؟ او مدنی سودا میکنیم. چند است قیمتش؟ ولی آب که ما میگیریم کیفیتش بالاست. لیتر نیم را افغانی میخریم و یک افغانی مفروشیم. از کجا میخرید؟ از شرکت هایی است که مخصوص اینا ثبت صحت‌نامه است. همین آبا را تصفیه میکنن. ما از کوچه محبزاده میخریم و در بازار عرضه میکنیم. درباره تصفیهش هم معلومات دارین که چگونه تصفیه میشه؟ تصفیهش همین ماشینی که در پشت لوحه است، همین ماشین تصفیهشان است و تصفیه که میکنه 2 اینچش پس در چای جذبی میره. 1 اینچش تقریبا 1 اینچ است که برای ما تصفیه کرده در خدمت ما میمانه و TDS هم خیلی پایین است. روزانه مردم چقدر آب میخره؟ من در حدود 3 بشکه 620 لیتر که هست فروشات دارم. مردم سال در مشکلات آب مواجه شدنه؟ بله. مشکلات آب فوق العاده است و آبای زیرزمینی هم زیادترش خراب شده، قابل استفاده صحیح نیست. چرا حل وجود داره؟ چی راه حلش است که کل جا سمت شده، اکثرا مردم به اسراف میکنه. آبایی را که مثلا سابقا در دولچه کشیده میشد، یک ذره سختی داشت برای کشیدنش، باعث میشد که مردم یک ذره صرفه‌جویی کنه. حال که از
با بوزک چالان میکنن و شور خوردنی به اندازه یک هفته را یک ساعت استفاده میکنن. بعد مصرفی است. یکی پخته شده زمین جذب نمیتونه. باید مردم به مصرف او احتیاط کنن. فوق العاده باید این وظیفه هر مسلمان است که باید در دین اسلام هم اسراف حرام دانستم، به خصوص که حیات ما شماست. غیر کار دیگه کنم کار داره؟ نه والا به خدا حال خود امیر ما لبل رسیدگی میتونم دیگه نمیشه که کار دیگه کنم. چقدر درآمد میکنید بعد؟ والا روز 300 400 میشه. فایدهش تنها. جانا فایده پاکستان. پیام شما به مردم چیه؟ به استفاده آب چگونه باید باشه؟ پیام ایسا باعث برادر کوچکشان تا جایی که میتونن صرفه‌جویی کنن، اسراف نکنن. اسراف کار خوبی نیست واقعا. نه درسی آب، درسی هر چیزی که باشه اسراف کار صحیح نیست، حرام است و آب خوبی برای حیات ما شما ضروری و لازم است دیگه. باید انسان احتیاط کنن. شما آب فروش هستین، باید به این فکر باشید که مردم بیشتر آب مصرف کنن. دوست دارین مصرف زیاد باشه یا نه؟ نه بابا، این که آب استفاده میکنن این خود نظر در ضرورت خودان میکنن. این آب مدنی را کسی دور نمیندازن، فقط برای خوراک خودان استفاده میکنن. آبایی که ضایع میشه مثلا در دریاها میره یا بر شستشو میگیرن، اینا را باید احتیاط کنن. این خود در اندازه خوراک خود میگیرن دیگه. این فکر نمیکنم که ضایع شود دیگه. ما هم چیزی که روزی ما از طرف خداوند اولا باشه او رد نمیشه. ما این را تصویر نمیکنیم که کسی اسراف کنه، مصرف به جای کنه. شما همراه خانه های مشخص یا رستوران های مشخص قرارداد دارید یا همون تو هر جای برابر شد آب میفروشید؟ والا اینطور است که شرایط می شرکت ما بسیار سخت است. اینمی آبی را که ما میاریم حتی این زرنج از خود ما شبانه ما را اجازه نمیده که ما در خانه خود ببریم. شبانه مجبور هستیم که را در شرکت استاد کنیم، تسلیمشان کنیم و ساعتی که ما حرکت میکنیم تا ساعت پس میایم کلش تایم قید میشه. البته کل شرکت ها این موضوع را نداره دیگه. موضوع ما چی بود یادم رفت. درباره چی سوال کردی؟ درباره که شما دوست دارین مصرف او زیاد باشه یا نه؟ والا نه دیگه، چیزی که روزگار ما از طرف خداوند اولا باشه همون رد نمیشه برادر دیگه. خدا را شکر، فضل خدا زندگی میچله دیگه. حالا خودمون شرایط است که دمی کم هم باید قناعت کنی. هر چی بخوایم زمان قرضه نمیشه. نه ببخشید، سوال می بود که همراه خانه ها قرارداد دارین یا چیه؟ جانا یه نال تازه از ذهن اومد. والا زیادتر شناخت داریم. بعضی هست که قرارداد داریم قرض است، بعضی هست که اون هفته میته، بعضی هست که هم آب ما را خوش کرده. این باعث میشه که تاثیرات داره. کسی که نمیه برشان خیلی سخت است چون از اونا را نمیگیرن. مردم شناخت ندارن و قرارداد ندارن. ما بسیار لیلی ها قرارداد داریم، با هتل‌ها داریم، با بلاک‌ها داریم، با چوکیدارا اعتماد داره. بازیت مردم های سکنیاب مدنی را اعتماد که گرفته دیگه در کل یادم آخر دوله باعث شده که خط شیشته. یعنی ایت فلتری صحیح نمیشه. بعضی مردم هست که انصاف در نظر نمیگیرن. ولی اگر راست پرسان کنی اینمی شرکت ما اگر قیمتش بالا است لاقل مردم نارضایتی نکردن. خدا رو شکر. تشکر. خواهش میکنم. سلامت باشید. روزتان خوش. بخیر باشه. خب دوستان عزیز، واقعا یکی از مشکلات مردم کمبودی آب است. امیدوارم که مردم در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. با ما همراه باشید دوستان عزیز، ببینید که با چه کسانی سر خواهیم خورد. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ بخیر. نامتون؟ رامش. رامش. از کجا هستین؟ از پروان هستم. از پروان. بله. فعلا کابل میشینید دیگه. بله. کار شما چیست؟ کاروبار دینامی شورما است دیگه. خب چطور است کاروبار؟ کاروبار شورما برگر. شکر است، بد نیست. شورما و برگر تنها. پاستا، پیزا، چیکن وینز، چیزای فست فود کلش فعال است. خب بیشتر کنماش مشتریش زیاد است. اعلان دیگه مشتری شورما خوبتر است. شورما است. قیمتش چند است؟ یا خوراک؟ دیگه خوراک از 100 شروع است تا 180. شورما مخصوص با 180. چی چیز داره باز؟ این همین چیز دیگه اندازه فرق کرده میره. خورده کلان است. خب دیگه گوشت مرغ است، چگنی مثلا ماینوز است، سالاد.
نان خودم مخصوصش است یعنی میشه. برگر چند است؟ برگر دیگه از 50 باز شروع میشه بالا تا 100 120. چرا قیمت شده؟ برگر میگم کچولو بالا رفتنه دیگه این مشکلات. تو چی گفتنی داری به مردم؟ حالا گفتنی خاصی نداریم براشون. همه که جور آرام و سعادتمند باشن همین چیزا. سلامت باش. تشکر. چای زنده باشی. سلام علیکم کاکا. سلام برای صاحب سلام بخیر است جان که جور صحت است بخیر است سلامت باشی. نام شما؟ اسم حاجی رحمت الله است یک تن از کارمندان سنتاور 16. بسیار خوب. حاجی صاحب درباره یک کم معلومات بدی ساختمان چه وقت شروع شده کارایش و چه وقت تکمیل میشه؟ بخیر سلامت باشی زنده باشی خداوند شما را خیر نصیب کنه. تشکر. دیگه یک سلام خاص برای بینندگان شما. این پروژه سنتاور 16 نام داره. دیگه 16 سنتاورش آماده است فعلا مردم از این استفاده میکنه. دیگه این برای فعلا بازسازی از این تقریبا در حدود 2 ماه 2 ماه میشه که شروع شده. دیگه امکان داره در حدود یک سال نفر رو در بر بگیره که تا برای مردم آماده شده و از این استفاده خود بکنن. منزل‌های رهایشی هم داره تجارتی هم داره. چند منزل میشه؟ در حدود 15 منزل است. 15 منزل. 15 هر منزل چند اتاق داره؟ والا دقیقاً خونه نمیفهم چقدر اتاق داره منتها برای منزل تجارتیش خیلی کلان است وسیع است و منزل رهایشیش باز بینش 2 بلاک دیگه داره بالا واسون بیاره. چه وقت تکمیل میشه این پروژه؟ امکان داره در حدود 1 سال در بر بگیره. خب این شرکت است قرارداد کرده کارش یا مردم است؟ نه این سنتاور است سنتاور 16 است شرکت که یک شرکت است که همیشه در خدمت مردم بوده. همین فعلا در کارت 4 شهر نو قلعه فتح الله اینجا دیگه فعلا منزل‌های رهایشی و تجارتیش در فعالیت است. دیگه یک تایش هم همی است که فعلا دیگه نو آماده اینه به کار است که بعد دوام داره سرش. جایش است که است شخصی است یا دولتی؟ جای شخصی است. جای شخصی است ملکیت شخصی خودشان است. دیگه میخواین اینو برای مردم آباد کنیم. بسیار تشکر. زنده باشید. سلامت. با عزت باشید. یک جان تشکر. سلام علیکم. سلام علیکم. کاکا جان سلام. خوب هستی بخیر صحت خوبه؟ زنده باش بخیر باش. بخیر باش خسته نباشی. قربانت زنده باش. tak معرفی میکنی؟ رفیق احمد ایدری هستم از کابل. رفیق احمد؟ رفیق احمد ایدری. از کجای کابل هستی؟ از دیدنای مبارک. کجا روان هستی؟ والا فیلم جا توقف هست استاد. موتر از خود شماست؟ مال علا سمونت است بشیم. چطور داله شدین؟ والا دیگه شهر از دهم به بازار کاروبار اینجا کم کم هست و نیست اینجا ما گرچه لینی کار نمی‌کنیم که هم در بس که بخره ببریم دیگه از دهم شهر زیاد است موتر تیل است دیگه باز با ما نمی‌صرفه واقعیتش. چند است تیل؟ 1 لیتر تیل دیزل 62 پس. 62؟ ها. خب آیا نظر در گذشته چطور است؟ خوب بودن بد شد؟ والا هیچ چیز سابق نمونده شری بیادر. سابق چقدر بود؟ سابق خب 50 روپیه بود و از این نرخ بازار از دیگه نظر به تحولات منطقه یا نرخ گذاری میشه 50 بود 100 بود 80 بود حال فعلا در 62 است دیگه خب تا بالا میشه. دیزل است دیگه؟ دیزل است ولی چه گفتنی داره به مردم و همه کسایی که ترافیک رعایت نمیکنن؟ والا برادر قانون ترافیک ما اصل خودم سم دریوری میکنم دوران کرزه باز لیسانس نداشتم یک روز یک حادثه شد
اونموجا باز ما تصمیم گرفتم برم لیسانس بگیرم و در ضمن رفتم در کورس شدم. خدا حاضر شد از دریوری میکنم ولی چیزی که در کورس یاد گرفتم هیچ طور در فکرم هم نمیگشت و اگر جیلانی صاحب زنده است خداوند بیامرزش، اگر فوتم که بازم خدا بیامرزش، بسیار درسای خوب میداد. واقعا ما 3 تایم درسی را 7 روز هفته را همونجا 6 روز هفته را همونجا وقت رفتم درس خواندم. ولی کسی که رعایت نمیکنه دیگه مسبب این میشه که یا دسته کنه یا مزاحم مردم شوه. اصل قانون دریوری نمیست که نه کسی با خطر مواجه بشه نه خود با خطر مواجه بشه. قانون دریوری احتیاط هم است، احتیاطی زیاد است. بیشتر همینجا یک تاکسی هم بود، امروز یک دانه دینا دسته کرد در حالی که تاکسی مقصر بود، حق اول از راست بود ولی تاکسی با امو خودم مزدا زد خود دیگه رعایت نمیکنه یا نابلد است از قانون ترافیکی یا چرا هم برتم بگویم یا گفته بعضی لیسانس خریداری کرد یا چرا هم بیایش نداشته دیگه. والا برای که لیسانس داشته باشه باید درس بخونه. بسیار مهم است. ما خودم شخصا گفتم که نه دریوری میکنم وقتا موترم بقدر زیاد نبود ولی یک حادثه باعث شد که من برم لیسانس بگیرم. ولی لیسانس دارم. حادثه چی بود؟ تکر بود. موتر زد. حیرت گذاشت؟ خیر دو وقتا دیگه موترم کم بود ولی خب بچه سنشم خورد بود دیگه لیسانس هم نداشت. باز من خودم واقعا تصمیم گرفتم که من لیسانس بگیرم. لیسانس خوب است. قانون شرط دریوری هم می‌بینیم که باید لیسانس داشته باشه. حال پیام شما است که هر کسی که می‌خوام دریوری کنه باید لیسانس داشته بخوام. و این کورس بعضیا میگم من میرم کورس شخصی هم درس میتم. من تا واقعا چیزی که ما در ریاست ترافیک درس یاد گرفتیم یادداشت که من بعضیا کتابچه رو میخوام میگم ولی این کتابچه نه، چیزایی که استاد یاد میده، چیزایی که یادآوری میکنه در کورس والا که به حد مهم است. حتی من از چاله که تیر میشم از بغل موتر تیر میشم باور بالا کنم درس استاد جلنی صاحب یادم میاد که من باید اینمی قانون مراعات کنم. چرا خم برم سعیدی دارم سعیدی ندارم، حق اول است که از ما از ترافیک مقابل است کی است. درس خاطرات چند سال گفتن؟ ما دیگه دوران کرزی دیگه در 12 سال میشه 13 سال میشه 15 سال میشه. مسیرتان تنها در شهر کابل بوده یا ولایت دیگه؟ نه ولایت ها نمیرم، نه ولایت ها نمیرم. صرفا کابل کار. خاطرات خوب و بد از رانندگی داره؟ والا هر روزش خاطر است. هم خوب است هم بد است. خود ما در مجموع تاکسیران هستیم که خلق رنگ خلق الا ما برابر میشیم دیگه. هم خاطرات خوش می باشه هم بد می باشه. بعضی هستن طرز کلامشون خوب نیست واقعیت، بعضی هستن بسیار مردمای خوب هستن دیگه، بعضی هستن بی نزاکت هستن. قانون نمیفهم که کمرای مسلمان کمرای برادر میتونه خود چرا هم گپ بزنن دیگه. هست رنگ خلق خلا پیدا میشه دیگه. خاطره خوبم داریم، خاطره بدی هم داریم دیگه. حق پیدا میشه. خب شما اگر رئیس ترافیک میبودین اگر نبودین باز چی را تغییر میدادین؟ والا اینال برادر خب یک کسی که در جای ریاست میکنه دانمون شق درس خوانده و دانمون شق فارغ شده میفهمه قانون از چوکی پایان شروع کرد تا چوکی بالا رفتنیم. اینال تمام قانون قواعد ترافیکی را میفهمه. ما صرف تاکسیران هستیم و اولین کار که ما خواهش ما ریاست محترم ترافیک نمیست که اشارات ترافیکی فعال شود بخاطر که مراعات میکنن. یک ترافیکی در کارت آریانا بوده که مردم مراعات میکرد ولی اینو میگه فعال شد مردم ان شاء الله الرحمن مراعات میکنه دیگه. اساسا باید تغییر بیاید تا که مثلا بلادرای ترافیک زمستان از بار از خونه از هفته و از خاک از دیگه رنگ از بلادرا هستن استاد میشن دیگه. ولی اگه اشاره باشه دیگه کوشش کنی که رو به پیشرفت باشه دیگه تا که روش بابکرانه مردم باید اصلاح شود دیگه. مردم اصلاح خود به خود اصلاح میشه. تراخو برادر اگر قانون اگر چراغا فعال باشه شناخت باشه طبعا مردم استاد نکستاد کنم دات دیگه هم استاد میکنم. من استاد نکنم بلن طبعا حتما حادثه میکنم. بخاطر ترافیک مقابل چراغ سبز میره ما چراغ سرخشم طبعا ما حادثه میکنم. اونمی خوب است که چراغا فعال شه و مردم بالاخره باید از اینجا شروع کنن تا کی شروع نکنن. تشکر. سلامت باشید. سلام.
سلام علیکم کاکا خوب هستی؟ سلامت هستی؟ چطور کاکا اینجا ششتی؟ ما آمدیم برای کار پیدا شد که نمیشه. چی کار میتونی؟ کارگری هر چی که باشه. هر کاری باشه؟ پایتان هم مشکل داره فکر کنی؟ این پایین درد. چرا؟ چی شده؟ زانو این درد میکنه پیریه دیگه. پیری هستن؟ چی کار بلد هستی؟ دیگه از کارگری هر چی که گیر بیاری. هر چی گیر بیاره؟ هر چی گیر بیاره بلد هستی دیگه؟ تا حدود میتونیم کار. در جوانی چی کارا کردیم؟ در جوانی ایران بودیم، در ایران هم کارگری میکردیم، کارهای سخت میکنیم. برنایی بودیم؟ برنایی دیگه کار، مرغداری، گاوداری. چی وقت آمدین از ایران؟ از ایران تقریبا 15 سال میشه. 15 سال؟ 15 سال پیش ایران بودیم. چطور بود اونجا ایران؟ اونجا خوب بود دیگه، اقلا در قدیم خیلی خوب بود نه؟ خوب بود. چی شد آمدین؟ خوب دیگه قسمت و آمدیم دیگه. آبدانه هم اینجا بودن؟ آفرین آبدانه و از کجا هستین؟ ولایت؟ از بامیان. از کجای بامیان؟ ولسوالی دور افتاده است به نام ولسوالی ورس میگه. به اصطلاح دیزنگی دیگه. صحیح. رفتیم اونجا؟ صحیح. خود من از اونجا هستم. از کجای ورس؟ همون نزدیکا نزدیکای بازار میشه. صحیح. بسیار خوب. فعلا کابل هستین؟ خانه تان است؟ از ورس چی وقت آمدین؟ از ورس ما 2.5 ساله بودیم که برآمدیم. نرفتیم دیگه؟ چرا رفتیم تو گذری رفتیم. چه خاطرات دارین؟ از ایران، از افغانستان خاطرات خوبتان بگید. خاطرات اون چرانی نداریم. در ایران علمی کارگری میکردیم، اینجا من کارگری شدیم. کارگری که دیگه خاطرات خوش ندارم. تشکر. کدام گفتنی دارین؟ نه. خداحافظ. سلام، خسته نباشی. سلام علیکم، همچنان خسته نباشید. شما؟ نامت؟ محمد ظاهر هستم. چی کار میکنی؟ من مصروف کارهای خیاطی هستم. چطور خیاطی؟ والله خیاطی فعلا دیگه فصلش دیگه. فصل کار خوب است دیگه، نزدیکای زمستان، نزدیکای تابستان خوب است دیگه. چند سال میشه خیاطی میکنی؟ حدود 3 سال. 3 سال. آل خلیفه هستی یا شاگرد هستی؟ والله 6 ماه میشه خلیفه شدم. 6 ماه. بله. تبریک باشه. زنده باش، سلامت باش. گفتنی چیه؟ گفتنی ما دیگه که گفتنی به مردم هستم که یک ذره در حفاظت شهر خود و تنظیف شهر خود باید سعیم باشن، چون شهر ما خانه ماست. یک ذره کسایی که یک در قبال از موضوع یک ذره به مسئولیتی میکنن باید مسئولیت پذیر باشن و به نظافت شهر خود سعیم باشن. تشکر. بسیار خوب. گفتنی به جوان‌ها چیه مثل خودت؟ جوان‌ها باید همیشه پشت کار داشته باشن، تلاش کنن، چی درس کار باشه، چی درس باشه، باید همیشه پشت کار داشته باشن. چون که ما هستیم که جوان است. ما زنده جهان زنده. آفرین. شعر هم بلدی؟ شعر کم تو میده. بخون یک چند تا. یک شعر میگم از مولانا صاحب. آن شب که دلی بود و به میخانه نشستیم، آن توبه 100 ساله به پیمانه شکستیم، از آتش دوزخ نهارسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. ماشاءالله. از مولانا صاحب. بله. باز یک تا دیگه هم بگو. یک شعر دیگه. یک شعر میگم از شیرازی. میگه که فردا که به محشر آید زن و مرد، از بیم حساب روی ها گردد زرد. من عشق تو را به کف نهم پیش برم، گویم که حساب من از این باید کرد. ما چون به عشق خداوند هستیم، به عشق حضرت محمد در دنیا به این باور هستیم که ما را شاید شفاعت کنه، تضمین کنه، چون ما بنده روی ناکار روی سیاه هستیم. بله انشاءالله. تشکر. سلامت باشین، بخیر باشین، وقتتون خوش. بخیر باشین.
جور بخیر. سلام مرسی علیکم. بخیر. خوب هستین؟ صحتمند؟ شکر. نامت؟ الحمدلله. حسین احمدی حسین احمدی. از کجا هستی؟ از بامیان شریف. فعلا کابل هستی. زندگی؟ فعلا نره دیگه. کجای کابل؟ دشت برچی ریگریشن. اینجا چی میکنی فعلا؟ اینجا دایی امام باز از قومی هست یکم کار داشت اینجا. بسیار خوب. دیدن گفتنی دستا. چی گفتنی داره؟ گفتنی دیگه بله همزی جانای منطقه است که یک ذره فعلا خو یکم از کشورم خلاصه خوب نیه دیگه بله جوانا دلازم یکم هم کاری کنه دیگه بچه ها فعلا بعضیشون خو بخی اما مک دیدم میگه ما همزی وطن بخی سه هستیم نیمشان زن ایران میره یک چند تعداد سن ترکیه ایسو اگه یک کشور خوب باشه خو اید کس دیوانه نیست که منطقه خدا اله کنه دیگه چون خاک مادری است وطن علمی چست دیگه باید کلگه میشه یک سوال میکنم اگر تو رئیس دولت میبودی به اصطلاح چی را تغییر میدادی؟ چی میکردی؟ خب اولین چیزیه که فعلا که هستم مکتب دخترها بند است اولین کار باید اینمی را دیگه چون فعلا هم در افغانستان که هست اثر بچه ها که دخترها خیلی درس میخوانه زحمت میکشن بچه ها زیاد خلاصه در درس از 100% شاید 10% بخونه دیگه راش دیگه او قدر شوقی درس نیه دخترها بس از سر بچه ها که خیلی خوبه اگه مکتب دخترها واس شوم خیلی خوبه خود درس خوندی؟ ما تا صنف در خواندیم بعد از نخواندم الا کردی؟ چرا؟ چون ایران رفتیم یک دفعه دیدن فامیلا از ما خواهر و کاکا و عمه کلش ایران خاله دیگه باز دیدن دوستا رفتیم مکتب شخصی میخواندیم دیگه باز دخترها که مکتب بنج دیگه بعد از ما هم در دولتی سپارشه کنیم درس هم نبود دیگه باز بعد از ایران رفتیم دیگه اومدیم تا حال دیگه مثالش رو نکنیم حال قومایت باز فعلا هم ایران است؟ کلگیش ایران گفتنی پیامت با اونا چیه؟ با اونا دیگه اینترنت هم فعلا قده برنامهش کلگیشی خوب کار نمیده دیگه وضعیت ایران هم چندان فعلا خوب نیست چه طریق با تماس میشین؟ فعلا خب برنامه روبیکا بعضی وقتا کار میده زنگ میزنیم خوبه بعد میاد بسیار خوب یک شعر خاتمه بتیم یک شعر بلدی؟ یک شعر میگه که بجان جوشم که جویای تو باشم خسی بر موج دریای تو باشم تو که تمام آرزوهای منی کاش یکی از آرزوهای تو باشم تشکر خدمت خدمت زنده باشی خیلی سلامت باشی خیر باشی خیر باشی